سلام دوستان، امروز میخوام چالش چشم ترند اینستاگرام بهتون بدم. وارد برنامه کپکات که شدید، ویدیو مورد نظر رو انتخاب میکنید. ویدیو رو که انتخاب کردید، از این قسمت که وسط چشمون کلیپمونه میزنیم و اوورلی رو انتخاب میکنیم. بعد اوورلی رو که انتخاب کردیم میزنیم روی میز. صدای کلیپمون هم پس میکنیم. بعد حرکت چشم وقتی که چشم بسته میشه و باز میشه رو با هم تنظیم میکنیم. وقتی که تنظیم کردیم، آهنگ مورد نظرمون رو میذاریم